درود بینندگان عزیز، به یک برنامه دیگر از چینل اینفو فنز خوش آمدید. حکیم ترسن کاندیدای پیشین ریاست جمهوری افغانستان به ازدواج دوم شرافت پروانی واکنش نشان داده و از شرافت پروانی حمایت کرده است. آقای ترسن به منتقدان شرافت پروانی گفته است کسانی که از او انتقاد میکنند پدران و پدرکلانهایشان نیز چندین زن دارند، یا پدرکلانش یا پدرش و یا کاکا و ماما و در و همسایه و اقاربش حتی 3 زن و 4 زن داشته باشه. وی افزوده است که مردم به جای انتقاد از شرافت پروانی باید از ملاها انتقاد کنند که به گفته وی هر کدامشان 6 زن دارند و به 10 زن و دختر نیز با نیرنگ‌های مختلف تجاوز میکنند. حور جنت را صفت دیگه شمیست که جناب محمد مصطفی علیه السلام میفرماید سعی بکنید چنان بدن نرم و نازکی داره که استخوان‌های بدنش معلوم میشه. با تو چی؟ سرمی ملاها چرا انتقاد نمیکنن که هر کدامش 4 تا و 5 تا و 6 تا زن گرفته و در پالوش همه روز تجاوز میکنن به عزت و شرف و وقار مردم. همچنین نظیره کریمی گفته است که منتقدانش وی را لگلگ و دراز گفته و وی از این موضوع ناراحت شده است. دیگه انتقاد میکنین درسته که دل ما را نشکنانین بچیم لگلگ هستی و بچه قد دراز هستی. مردم میگه قدم دراز باشه، قد بلند میگه دلبر است. بی گلب. این خبرنگار افغانستان در کاخ سفید گفته است که او حق ندارد تا در زندگی شخصی مردم مداخله نماید، ولی به شکل ماهرانه‌ای از وضعیت خانم اول شرافت پروانی پرسیده و با او ابراز همدردی کرده است. نظیره کریمی افزوده است که او مدافع حقوق زنان نیست و عنوانهای کلیشه‌ای را دوست ندارد. مدافع حقوق بشر هم نیستم، از همین نامهای کلیشه‌ای بیگال مرا خوشم نمیآید. تا جوانی میرسد غم بر سر غم میرسد، درد و رنج و عاشقی همیشه با هم میرسد. وی در عین حال گفته است که من دقیقا نمیفهمم که شرافت واقعا ازدواج کرده و یا شوخی کرده است. که بعد صورت من شوخی میکنم و این یک چیز نو نیست که پروانی اول خو من نمیفهم که براستی من خو مذاق میکنم مذاق میکنم. وی افزوده است که من یک آدم شوخ هستم و مژده جمالزاده را نیز با صدرالدین هنرمند تاجیکستان نامزد کردم که این موضوع واقعیت نداشت و نادرست بود. مژده جانم من برای صدرالدین نامزد کردم. عزیزای دل آلو راست بود. گفتم که از آمدنت اگر خبر می داشتم سر تا سر سالونم گل می کاشتم گل گلاب می کاشتم، خاک قدمتان به دیده می برداشتم. این پیوند مبارک باشه. این گفته ها در حال صورت می گیرد که پیش از این یک شهروند دیگر نیز گفته بود که ازدواج دوم شرافت پروانی واقعیت نداشته و مردم باید به جای فحش دادن به شرافت پروانی در اول باید تحقیق کنند. مردم ما و شما بیل نگرفته ماشون میگن او نادیده بیل میگیرن یا چی رقم این میتونه مثلا ما و شما داریم. شرافت پروانی هرچند به صراحت گفته است که ازدواج دوم کرده و در پست فیسبوکی تازه‌اش هم نوشته است که اگر من کار بد کرده باشم حتما خداوند مرا مجازات خواهد کرد. وی از شهروندان کشور خواسته است تا به جای انتقاد از او را به خداوند بسپارند و او نیز منتقدانش را به خداوند میسپارد که او بهترین قاضی است. دوستان عزیز، سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. شما نیز دیدگاه‌های خود را کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.